درود خدمت دوستای گل. اومدم یه جوکی براتون تعریف کنم. جوک جدیده. اگه خندیدی خوشت اومد یا دکمه بزن یا دکمه پایینی یه کاری کو بالاخره. یه بار یه بابایی با قطار می‌خواست بره، قطار جا نداشت. ای مأمور دم در هی اصرار می‌کنه ما راه بده. مأمور میگه ما جا نداریم. کجا می‌خوای بشینی؟ گفت تو راه میشینم. گفت تو راه میشینی مشکل نداره. گفت نه طوری نیست. رفت بالا نشست داخل راهرو. اون تا خودش اینجوری مظلوم گرفت مثل فقیریا. یه خانواده دلشون سوخت. گفت آقا بیا تو کوپه ما. طوری کوپه ما یه جا داره. رفت داخل کوپه. این آقا همین رفت نشست داخل کوپه. هی زن بچه اینو نگاه میکرد. یارو اعصابش خورد شد. گفت همون بچته پیغا نگاه میکنی؟ گفت خب بذار بخوابم. گفت خب بخواب طوری. آقا همین سرش گذاشت خوابید. به قدری چسیده توی کوپه. یارو اعصابش خورد شد. گفت همون بلندش خجالت بیار تو، نه خوابت خوبه نه بیدارت خوبه. کوپنی کردی پر تا پر بود شد خفمون کردی. گفتم حقیقت ما یادم رفت بهتون بگم، ما دکتر که رفتم دکتر بهم گفت 2 سانت از پوستت کوتاهه. چشامه که میبندم سوراخ پایین باز میشه، چشامه که باز میکنه او بحث میگه خب قربون چشات همون سوراخ پایینی کی بگیرش که بو کشتمون خفمون کردین تا میتونی نگاه کن دیوس.